قراره که یه مرغی رو مزه‌دار کنم. یه سس درست بکنم که پایش پوره بادوم هندیه. بعد مرغ رو توی اون سس بپزم، با برنج سروش کنم. روی شعله خاموش دارم بو میدم بادوم هندی رو. اولین کاری که کردم این بودش که مرغ رو با زردچوبه، نمک و فلفل، ماست و یک مقداری روغن و چیلی سبز اگر که دوست داشته باشید میتونید اضافه بکنید، اگر نه هم که میشه حذفش کرد. مزه دارش کردم. بهتره که مرغ از شب قبل مزه دار بشه، ولی اگر که زمان نداشتید حداقل یه نیم ساعت یخچال بذارید تا طعم بگیره. تا مرغم مزه دار بشه پوره سیر و پیاز و زنجفیل رو درست میکنم. روغن که داغ شد تخم خردل، هل و میخک رو بهش اضافه میکنم و یه دونه چیلی قرمز. سیر و پیاز و زنجفیل که آماده شده بود به ادویه هام اضافه میکنم و تا زمانی که قشنگ طلایی بشه تفتشون میدم. حالا بادوم رو میریزم توی میکسر، به صورت پوره درش میارم. قطعا نیاز به یه مقداری آب خواهیم داشت. مرغ رو از یخچال باید حداقل نیم ساعت زودتر درش بیاریم بیرون تا به دمای محیط برسه. بعد از اینکه به دمای محیط رسید به پوره سیر و زنجفیل هم اضافه میکنم. مرغ رو یه کوچولو تفت میدم تا خیلی کم اطرافش طلایی بشه. بعد پوره بادوم رو بهش اضافه میکنم. پوره بادوم هندی رو میخوام بهش اضافه کنم. یه چیزی حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت طول میکشه تا با این پوره بادوم حسابی مرغمون جا بیفته. قطعاً نیاز به یه مقداری آب هم خواهیم داشت. اول مزه میکنم.
نمک نداره ولی اینقدر خوش، من خیلی کم میزنم. برای درست کردن سسش به جای بادوم هندی از بادوم زمینی و بادوم کوهی که نداریم، بادوم زمینی و گردو میتونین استفاده بکنید. انگار توش پر خامه است. می‌بینید یه حس نرم و لطیف خامه‌ای. یه ذره نمکش کمه ولی من انقدر ترکیب مزه هاشو دوست دارم که نمک اضافه نمی‌کنم. اگه که گیاهخوارم هستید این غذا به نظر من کامله و کاملا مغذی. در نتیجه که میتونید بدون مرغ هم درستش بکنید. نوش جان.